امروز نعوذ بالله در پیش عروس کنیاک ماندگی، شاید که اندک پس دخترای تاجیک اول کنیاک بنوشن در رستوران، بعد نکاح بکنن و بعد دیگه کار بکنن. ای زنی که لیش باشه، از زنی که سطر نداشته باشه، او چقدر شما فرزند میگیرید. ما شما همون دهقان هستیم، برای کارتشکا گیری زمین چند بار پروبل بکنی یاری که من تخمی خوب بگیرم. تو فکر نمیکنی که تو از کدام خاندان زن بگیری که تو فرزندی زیبا داشته باشید. از خانه مسلمان زن میگیری، برای تو خداوند چی میتید؟ فرزند مسلمان میتید. بنابراین میلیاز خداوند چی میگه در سوره مومنون؟ نجات یافتن از آتش دوزخ کسانی که در حالت نماز خواندن گریان میشوند، آبی دیده میکنن. امروز وای بر حال کسی که سرش در سجده الهی نزده است، یک بار خالقش پرستش نکرده است، با میگی برادر تو نماز میخونی؟ نه، گپ در دل باشه. گپ یهود قسم بنا میخوری گپ یهود است، این گپ کفار است. گوسپند ای پای خودش کشون، بز ای پای خودش کشون. نه، اگر این همی داماد یک از گناه بکنه، این همیجا خوشا به حال بابی عبدالرحمن، اگر این همیجا عرقتی باشه زن و من رقص بکنن، همه داماد جواب میتیم در پیشگاه خدا. چرا؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسلمان کسی است که برادر جواب میگه، مسلمان کسی است که برادرش نصیحت میکنه، میگه برادر تو میموری، جوان هستی، تو پیر هستی، میموری، بیا نماز بخون. به نماز نگر. نماز دکومنتی ما در قبر، نماز دکومنتی ما در روز محشر، نماز دکومنتی ما در در جنت در آمدن، نماز دکومنتی ما جمال الله را نظر کردن. کسی نماز نمیخونه دکومنت نداره، خداوند قبولش نمیکنه، جنت درش نمیتین. امروز اگر تو یگان کارخانه بروی، تو میپرسن که دکومنت داری؟ خواندی؟ میگه بله، بیا قبولت میکنم. نداری؟ قبولت نمیکنه، تو دکومنت نداری. اگر تم که نماز نخواندی، تو را قبول نمیکنن، نه در قبر قبولت میکنن، نه در محشر قبولت میکنن، نه در دهر جنت قبول میکنن، نه تو جمال الله را میبینی. تو خازن باشی، خامرد باشی، نماز بخوان. فرق میان مسلمان و کافر، نماز خوب از بی نماز قدش برانتر است. هر روز خوب یک بار تسبیح میگفت است، میگفت است که الحمدلله الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی من تارک صلات. خداوندا من تو را شکرانه میکنم، ما کرد خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بی از مردی بی نماز او بری آدم، تو بری خدا نکرد. گلی که بوی ندارد بوی چمن حیف است، دلی که عشق ندارد بوی بدن حیف است، سری که سجده ندارد بوی کفن حیف است. قسم به نام الله مرد بی نماز 3 قبض سان حیف میکند. صدقه 3 همون قبضی سان شود، 20 متر 22 متر کفن حیف میکند. او بدبخت همون لباسای بی نمازش گم کنید، صدقه کفن شود. صدقه همون خیل مردمی که تابوت ایوه بیزار است، تابوتی که مرد بی نماز زنی بی نماز بار میکنن، تابوت فریاد میزنه خداوندا من بیزار هستم از این مرد بی نماز، ملائکه نمیان نزدش. امروز مرد تاجیک زنی تاجیک نماز نمیخونه، مادرامون موی سرش قیچی ای مرد فر نداره، با میگه مرا جنازه کنید. صدقه جنازه شوی تو، در زندگیش ازار نداره بیچاره مادرمون، سرش ریچ با مردک با مولای احمق او رو گاوره میکنه. روز یا تو مولای احمق، تو بی ناموز، تو مسخره کردی قرآن. خداوند میگه چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آیات الله هزوا. ای بندگان من قرآن مسخره نکنید. زنی که در حیاتش با سطر است او را گاوره بکن. زنی که چرا تو گهواره میکنی؟ او را چرا در بالاش تو با او را چی میپرتی؟ او را بر همه خیلیش او را بگران و صدقی بالایی همون تابوتی که مثلا میپر صدقی همون شود در زندگیش همه جاش میتفت و مردش او را محکم بکن. نه، بالای کسی را زن محکم کن که در زندگیش خش سطر کرد. امروز نعوذ بالله در پیش عروس کنیاک